سلام به همه شما علاقه‌مندان به یادگیری درس زبان. با آموزشی دیگر از گرامر در خدمتتون هستم. همونطور که در ویدیوهای قبل دیدید در مورد فاعل، فعل، مفعول و قید مکان براتون صحبت کردم. اینجا میخوام در مورد قید زمان یا adverb of time صحبت کنم. خب adverb of time چیه؟ به این مثالا توجه کنید. I go to school every day. I go to school every day. Ali will go to school tomorrow. Ali will go to school tomorrow. خب این قسمت هایی که با یه رنگ دیگه نوشتم اینا چی هن؟ اینا زمان هستن. Every day یعنی هر روز. Tomorrow یعنی فردا. خب هر وقت ما در جمله از یک زمان صحبت کنیم داریم قید زمان رو به کار میگیریم یا همون adverb of time. حالا این تایم ما میتونه روز باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، هفته بعد باشه یا میتونه ساعت باشه. خب مثال ساعت دوستان شما برای من بنویسید.